سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال شما خوب باشه. خوش اومدین به کانال مهدی MMA پرو. امروز هم اومدیم با یه حرکت دیگه به اسم بخورلنگ که تو کشتی خیلی ترنده توی MMA هم همچنان. قهرمانایی مثل هنری سجودو خیلی خوب اجراش میکنن که همیشه هم نشسته توی مسابقات حرفه‌ای. ما میخوایم اینو اجرا کنیم، امیدوارم که کمکی کرده باشیم به قهرمانای عزیزمون که بتونن این حرکت رو اجرا کنن. در خدمت آقا پیام هستیم، کشتیگیر عزیزمون. آقای سلام به همه دوستان عزیز. امروز اومدیم که بوخولینگ رو توضیح بدیم. بوخولینگ در دو نوع اجرا میشه، یکی سر پا در حالت کلینچ و یکی که در حالت سرگردنگیری حریف. و الان آقا مهدی لطف کنه که سر پا رو توضیح میده و منم میام براتون تو سرگردنگیری توضیح میدم. خیلی ممنون آقا پیام. الان بیشتر مواقع توی MMA کلینچ میشه، کلینچ اجرا میشه. یه دست زیر آرنج، دست بعدی زیر کتف، حریف هم همچنان یه دست زیر کتف، یه دست زیر آرنج. حریف مشغول کار کردنه، یک لحظه گول میزنیم میکشیم جلو، دوباره اجرا میکنن، میکشیم جلو، پا میره پشت پا. زمانی که پا رفت پشت پا، یک لحظه میشینی و زانو میکشی، دوباره اجرا میکنن. وقتی حریف گرفتن چند داری با هم کار میکنی، میکشی جلو، پا میره باز میشینی. ببخشید آقا پیام. دوباره بدون صحبت کردن میخوام برم که تمرکز کنم حرکت به صورت عالی اجرا بشه که به شما هم کمکی کرده باشیم. آقا پیام اجرا کنن. حالا در حالت سرگردنگیری رو اجرا کنیم. دو حالت داره بخوریم. یکی هم که ببخشید بسش گذاشت. بله. یکی هم که اومد ببخشید. یکی هم در حالت سرگردنگیری اجرا میشه. زمانی که حریف اومده زیر ناقص گرفته، تو سرگردنش در اختیار داری. بخورلنگ این حالت هم اجرا میشه. حالا یا دست رو قلاب میکنه یا کتفا رو میگیره که قلاب به نظر من بهتره. دست قلاب میشه، این حالت دست قلاب میشه. حالا اگه این پا جلوتر بود میتونی با همین پا بشینی، اگه دوست داشتی میتونی بکشی همین حالت، دقیقا مثل حالت سر پا قلاب میشه. حالا یه بار دیگه حریف داریم کار میکنیم، اومده زیر ناقص گرفته، تو گرفتیش، دست قلاب داری کار میکنی، کشش، پا قلاب، گل. مرسی دوستان عزیز، خیلی هم عالی صحبت داشتین. آقا پیام کوچیک شماییم، انشالله که تا آموزش های بعدی در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. مرسی دوستان عزیز.